دوستان بسیار نهایت محترم، سلام علیکم. اسم نجیب است. قیومی تخلص میکنم و از مدت میشه که من در اوقات فراغت و بیکاری بعضی چیزها می نویسم و البته نوشته‌های مزیاتر به شکل نیمه سیاسی و طنزآمیز است و همچنان بعضی نوشته ها به شکل نظم دارم. رفقا و دوستان ما اصرار کردند و مرا تشویق به این کردند که باید این نوشته هایت هم به گوش دیگه برادران علاقمند رسانیده شود و شما کار کنین از طریق کتاب یا از طریق میدیا ایره به سمع دیگه برادرای افغان ما برسانین. و ما اولین مجموعه داستانهای خود به نام احتجاجیه خران افغانستان و 10 مطالب دیگر در سال 2011 در شهر هامبورگ آلمان به چاپ رساندم. ما میخوایم که طور نمونه یکی از مطالب از این کتاب به خود خدمت شما بزرگواران تقدیم کنم. امیدوار هستم که مورد پسند شما قرار بگیره. البته نوشته‌های ما کمی ها و کاستی های خود داره. امیدوار هستم که به بزرگواری خود مرا ببخشید و راهنمایی کنید. خب، داستان داره که ما امروز انتخاب کردیم به نام احتجاجیه خران افغانستان یاد میشه که عنوانی سردبیر روزنامه گاردین نوشته شده. داستان به این قسم شروع میشه. البته این داستان از زبان یک خر مظلوم بیچاره گفته شده و ببینیم که خرها در مورد ما انسان ها چی فکر میکنن. دیروز شام بعد از انجام کار طاقت فرسا و شاقه همراه با مالکم طرف خانه روان بودیم. کاکا نصرو مالکم که یگان بدخویی داره در یکی از بازارها ریسمان مرا به پایه برق بسته کرد و خودش مصروف خریدن تنباکو نسوار گردید. از شما چی پنهان؟ کاکا نصرو 2 چلم چرس خود روزانه میزنه و همی که بوته فقیر دود کنه باز یک کم آرام میشه و من بیچاره هم از دو و دشنام و چوب زدنهایش خلاص میشه. هنوز کاکا نصرو نیامده بود که از دکان مقابلم خبری از طریق تلویزیون طلوع به گوشم رسید. بله، تلویزیون طلوع به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن و به قول یکی از نویسندگان خود خبری را نشر نموده بود که گویا دولت افغانستان توسط خران اداره می شود و یا به عباره دیگر اعضای بلندپایه دولت افغانستان همه خر می باشند. با شنیدن این خبر دفعتاً جانم داغ شد، سرم گیج رفت و از راه رفتن ماندم. اما چوبها و چکه های کاکا نصرو سرگیچی مرا جور کرد و دوان دوان خود را نزد خرهای دیگر به طویله رساندم. همین که خرهای دیگر مرا جگرخون و رنگ پریده دیدن با وجود خر بودن با من احساس همدردی نموده و علت را پرسیدند. من هم خبری را که از طریق تلویزیون طلوع شنیده بودم بدون کم و کاست برایشان حکایت کردم. با مجرد شنیدن این خبر خرهای طویله خیلی ناراحت شده و همه به رسم احتجاج دمهای خود را بلند گرفته و با آواز بلند به یک صدا ارعر زدند تا صدای خود را به گوش دیگر خرهای همسایه و قریه برسانند. فردایش که روز رخصتی بود همه ما خرها را در چراگاه‌های قریه رها کردند تا چیزی خورده و شکمهای خود را سیر کنیم.
اما ما خران با وجودی که به احمق بودن و خر بودن مشهور هستیم، موضوع را جدی گرفته بعد از جر و بحث و هرعر زدنهای زیاد احتجاجیه بشر ذیل طرح و آن را به روزنامه گاردین تقدیم کردیم. جناب سردبیر روزنامه گاردین، شاید به جناب شما و همه خرکاران کشور عزیز ما معلوم باشد که ما خرها همه حیوانات مطیع، بردبار و زحمتکش بوده و نسبت نداشتن چنگالها و دندانهای تیز همواره مورد ظلم و ستم مخصوصا شما انسانها قرار میگیریم و همیشه کارهای پرمشقت و طاقت فرسا را میکنیم. با علوفه و آبی که برای ما خرها به طور جیره میدهند قناعت داریم. در طویله خود نبرد داریم و نکلکین و دروازه. از میلیاردها دلاری که به نام کشور ما کمک و ارسال گردید حتی $1 هم غرض بهبود وضع ما خرها به مصرف نرسید. و امروز که قرن 21 است ما مثل قرون وسطا بی جهت با چوب و چوکه مانند بعضی از طبقات مظلوم و محروم این جامعه مورد آزار و لطکوب مالکین خود قرار میگیریم. با آن هم به شدت و با صداقت کار کرده و هر باری را که بر ما می نهند آن را بدون چپاول، خیانت و سرقت به منزل مقصود می رسانیم. لطفاً واضح سازید که جناب شما چه شباهت بین ما خرها و رهبران کنونی دولت افغانستان مشاهده نمودید که نام شریف ما را به آنها نسبت دادید. و آیا شما دیده و یا شنیده اید که یکی از ما خرها در خورد و برد و چور و چپاول میلیاردها دلار کمک‌های کشورهای غربی سهم گرفته و به عوض اعمار کشور و بهبود وضع امنوان خود بانک‌های داخل و خارج را به حساب‌های شخصی خود و ارجمندان خود پر کرده باشید؟ اشخاصی که تا دیروز به اصطلاح مالک یک خر لنگ هم نبودند امروز بعضا موترهای آخرین مدل سوار شده و بلند منزلهایشان در کابل و دبی قدنمایی میکنند، در حالی که در ازدیاد و جو ما خرها هیچ نوع اقدام صورت نگرفته است. شما دیده و یا از کسی شنیده اید که یکی از ما خران به قتل، ترور و خرابایی دست زده و در مقابل دلار و کلدار ایمان، وجدان، غیرت و شرافت خود را بفروشیم؟ شما دیده و یا از کسی شنیده اید که یکی از ما خران احمق شده به رضا و رغبت خود کمربند انتحاری در کمر بسته و با گرفتن چند دلار و کلدار باعث قتل چند هم نوع مظلوم بیگناه خود گردیده باشیم؟ شما تا هنوز از کسی شنیده و یا دیده اید که یکی از ما خران در کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری خری علیه یک دیگر دسیسه نموده و با دروغ و چال و فریب و تقلب متواصل شده باشیم؟ و بالاخره شما از کسی شنیده و یا دیده اید که یکی از ما خران قبل از انتخابات به هم نوعان خود وعده های گرم و چرب داده و با آنها باغ‌های سرخ و سبز را نشان داده، اما همین که در انتخابات برنده شده و به قدرت رسیده همه را فراموش کرده و صرف در فکر خود، فامیل، دوستان و اقارب خود بوده باشد؟ تا چگونه چوکی‌های بزرگ دولتی و به میلیون‌ها دلار امدادی را بین خود، فامیل و دوستان و ارجمندان خود برادروار تقسیم کرده باشیم؟ یک انسان بیکار و بیروزگار از دل ما خرها آمده و ربایی ذیل را نوشته است: منم خر بیچاره و عاجز و مظلوم، منم خر بیچاره و عاجز و مظلوم، کارم طاقت فرسا و جیره ام معلوم، بهر یک علوفه و آب دها چوب خورم، ای کاش آدم انسان گردد و یا خر معدوم.
بله جناب سردبیر صاحب، ما خران به انسانهایی که مثل ما زحمت میکشند، به صداقت کار میکنند و عرق میریزند و به همنو خود و دیگر مخلوقات آزار و اذیت نمیرسانند احترام داشته و مقام والای انسانیشان را به دیده قدر مینگریم. اما به هیچ وجه حاضر نیستیم تا آن عده از کسانی را که دستهایشان به ناموس، مال و خون مردم آلوده اند و دست به چور و چپاول دارایی های عامه و ملی زدن، به خاطر کسب مقام و جا و پول، شرافت، ایمان و وجدان خود را فروختند و بعضاً به سازمانهای جاسوسی کشورهای بیگانه پیوستند و علیه منافع مردم و کشور خود عمل کردند. با ما خران مقایسه نمایید. نهادن نام شریف خر بالای همچو اشخاص بزرگترین توهین به موقف و حیثیت ما خران تلقی شده و جدا تقاضا می نماییم تا حرف خود را دوباره پس گرفته و کتباً از ما خران عفو و پوزش بخواهید. با احترام، از طرف کمیته دفاع از حقوق خران، شیوکی، کابل، افغانستان. سال 2009 جولای، ابده جولای 2009. به هر ترتیب تشکر از حوصله‌مندی شما و روز خوش و شب خوش برای شما آرزو میکنم. تشکر.